سلام، وقتتون بخیر. با پتینه این میز قدیمی در خدمتتون هستم. همونجوری که میبینید روی کار کاملا خراب شده. قبلا رنگ مشکی خورده بود. الان میخوایم با پتینه کردنش و انداختن طرح چوب اون رو بازسازی بکنیم. خب متریالی که ما مورد نیازمون هست، همونجوری که میبینید رنگ اکریلیک نیاز داریم. من از رنگ اوک و یا خردلی میتونید استفاده کنید که با سفید ترکیبش میکنم و یک رنگ خیلی کم رنگی رو میخوام به دست بیارم برای بیس کارم. و بعد برای روی کار از شاپان میخوام استفاده کنم. شاپان همونجوری که میبینید شاپان مشکی داریم و شاپان قهوه‌ای تو بازار که شما میتونید تهیه بکنید از لوازم هنری ها و همچنین ابزاری هست که طرح چوب رو میندازن که بهش وود براش یا وود گرینر میگن که شما میتونید این رو هم از لوازم هنری ها تهیه بکنید. رنگمون رو درستش میکنیم و در نهایت باید با قلتک یا قلم و با هر چیزی که راحته بیسمون رو اول چند دست رنگش میکنیم و بعد میایم اون رو آماده میکنیم، میذاریم خشک بشه. تقریبا یه ساعتی بهش زمان بدید کاملا بیستون خشک بشه و بعد طرح چوب رو میایم روش پیاده میکنیم. من برای انداختن طرح چوب روی کار از شاپان استفاده میکنم، ولی شما میتونید از رنگ اکریلیک هم استفاده کنید، ولی به شرطی که از توی رنگتون از یک مدیوم استفاده کنید، مدیوم گلیز استفاده کنید یا هر مدیومی که باعث بشه رنگ اکریلیک دیرتر خشک بشه، چون رنگ اکریلیک خیلی زود خشک میشه. تا شما بیاید با این ابزار طرح رو بندازید خشک شده و در نهایت اون نتیجه دلخواه رو نمیگیرید. خب این رنگ اوکی که داریم با سفید ترکیب میکنیم تا وقتی که اون رنگی که مد نظرمون هست بهش برسیم و کمی هم آب میریزیم که اون حالت غلظتش از بین بره و با قلتک با هر چیزی که راحت تریم چندین دست روی بیسمون میزنیم که یک سطح پوششی رو به ما بده. این میز من چون خیلی بزرگ بود کاملا تو تصویر دیده نمیشد، اومدم روی یه بیس کوچیک‌تر همون رنگ رو اجرا کردم. الان میخوام براتون این طرح رو این تخته پیاده کنم. ببینید دوستان، این شاپان همونجوری که گفتم همون غیر تصفیه شده است که تو لوازم هنری میتونید تهیه بکنید که توی پتینه خیلی ازش استفاده میشه و هم میتونید برای پتینه اجسام که حالا شامل چوب، پلی استر، سفال و همچنین حتی سنگ مصنوعی هم ازش استفاده میکنن که طرح چوب رو روش بندازن، میتونید استفاده کنید. شاپان رو که همونجوری که میبینید الان میخوام درستش کنم. کمی از شاپان رو میریزید. اگر میخواین شاپانتون خیلی کم رنگ باشه باید همونجوری که دیدید شاپان رو خیلی کم بریزید و بنزینتون خیلی بیشتر بریزید. ببینید یه حالت کاملا شلی گرفت. این باعث میشه که شاپانمون کمتر بشه، یعنی کم رنگ تر بشه و خیلی زود خشک بشه. نیاز نباشه شما چندین روز صبر کنید که کاملا خشک بشه. اون رو رقیقش میکنیم. میتونید از یک قلمو و یا هر چیزی که دوست داشتین استفاده کنید. از ابر هم میتونید استفاده کنید. شاپان رو روی کار بذارید. من زیر دستم یه دونه کاغذ گذاشتم که میزم کثیف نشه. کاملا روی کار، چون بیسم کوچیکه یهو شاپان رو کل تخته میزنم. با قلمو میام اون شاپان رو میذارم. حالا این قلمو هم چون یا قلموی قدیمی هست و سر خیلی زبری داره، همونجور که میبینید خودش اون خطا رو به من میده. هرچند که شما وقتی که این شاپان رو روی کار کاملا میزنین باید حتما اضافات شاپان رو با پارچه از روی بیستون بگیرین، چون که اینطوری هم الکی یه شاپان اضافی روی تختتون داریم و خیلی کار پررنگی میشه. از اون حالت طبیعی که طرح چوب داره کاملا خارج میشه و همین شاپانی که زیادی روی تخته استفاده شده باعث میشه که خیلی طول بکشه که این کارتون خوش بشه. پس ما اول میایم اضافات شاپان رو با یک پارچه از روی بیسمون برش میداریم و بعد از ابزار استفاده میکنیم و اون طرح رو روی بیسمون میندازیم. خب اینجا اضافات شاپان رو از روی کار همونجوری که میبینید با پارچه برش میداریم و به دست من توجه کنید که به صورت عمودی این خطوط رو میندازیم که این خطوط عمودی به اون طرح چوبمون کمک کنه برخلاف طرحمون خط نیافته روی کارمون. خب
الان موقع استفاده از این ابزارمون از ابزار وود براش یا همون وود گرینر که گفتم از لوازم هنری ها میتونید تهیه بکنید. ببینید قلق این طرح انداختن به این صورته که شما اول یک سمت این ابزارمون رو همونجور که میبینید میاید میذارید روی تخته و اون رو میکشید و ردیف بعدی که میخواید بکشید باید جاش رو تغییر. ببینید من کاملا برش میگردم و از اون سمتش استفاده میکنم. اینطوری باعث میشه که این گره هایی که روی کار ما داریم دقیقاً ردیف بعدی گرهش وسط دوتا گره ردیف قبلی بیفته و اینطوری باعث میشه که یک کار خیلی طبیعی تری رو شما داشته باشید. اگه بخواین همش تموم اینها رو از یه ردیف این ابزار استفاده بکنید دقیقاً این گره ها تو هر ردیف کنار هم میفته، در صورتی که ما باید فضای ما بین این گره ها ردیف بعدی یه گره دیگه داشته باشیم. نظمش به این صورت است. پس تنها قلقش اینه که شما اول از یک سمتش استفاده کنید، یه ردیف رو بکشید و بعد برش گردونید و از اون سمت ابزار استفاده کنید. خب ببینید برای اینکه شما متوجه بشید اینو با پارچه پاکش کردم. میخوام یه بار دیگه براتون انجام بدم که کاملا شما دقت کنید. پس هر سری که کارتون خراب شد میتونید با پارچه اضافاتش رو پاک کنید، برش دارید و اگر نیاز بود دوباره روی کارشاپان بزنید با پارچه بردارید و یک بار دیگه این طرحت رو بندازید. پس زمان دارید که دوباره چندین بار تکرار کنید که اون طرحی که مد نظرتون هست بیفته. و استفاده کردنش هم به این صورتی که شما یک سمت رو کاملا باید حالت ایستاده روی کارتون بذارید و طرح رو که میخواید بکشید همزمان که دستتون رو میارید پایین دستتون رو یه حالت نیم دایره طور باید بچرخونید که این طرح رو داشته باشید. اگه به صورت همطوری صاف بگیرید و ابزار رو بکشید بیاد پایین این بافت رو نخواهید داشت. پس تنها قلقش اینه که دستتون رو یه حالت نیم دایره از روی سطحتون بچرخونید، از یه طرف که شروع میکنید حالت نیم دایره بچرخونید، طرف دیگه ابزار رو بخوابونید و این حالت چرخشی رو هر چند تا که میخواین گره داشته باشید باید تکرار بکنید. یعنی هر بار که دستتون رو حالت نیم دایره بچرخونید اون بافت رو شما خواهید داشت. الان به این قسمت ها توجه کنید. ببینید ما بین این دوتا گره یه گره ردیف بعد وسطش قرار گرفته و همچنین ردیف بعد ببینید هر کدوم از این گره ها باید ما بین دوتا گره ردیف قبلی و یا بعدی خودش باشه. اینم از آموزش امروزمون که یک آموزش فوق‌العاده کاربردی و جذاب بود که خیلی دوست داشتن یاد بگیرن. ممنون میشم شما هم با انرژی هاتون، با حمایت هایی که از من میکنین باعث بشین که من انگیزه بشه برام که کلی آموزش های جدید و ترند و خفن براتون بذارم. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.